این فیلم‌ها داغونت کرده. ممکنه با صدای بلند قبول نکنی، ولی تو دلت میدونی همین هوس‌های دائمی، همین شبایی که دوباره، یا حتی یه حرف ساده یا عکس یه آدم غریبه که فکرای کثیف رو کلید میزنه، این دیگه تو نیستی. این مغزه که به خاطر یه ذره لذت جون به لبش رسیده. حقیقت تلخ اینه که این فیلم‌ها مغزت رو عادت میدن که دائم دنبال تحریک باشه، در حالی که تمرکزت، انرژیت و حتی اعتماد به نفست رو جلوی آدمای واقعی نابود میکنه. تو فکر میکنی داری انتخاب میکنی، ولی در واقع این چیزاست که داره تو رو انتخاب میکنه. اما گوش کن رفیق، اگه مغزت رو بشه به این روز انداخت، میشه درستش هم کرد. راهش اینه: قدم اول، پاکسازی کن. هر چیزی که نگاهت و توجهت رو میدزده حذف، بلاک کن، آنفالو کن، فرقی نداره. مغزت نمیتونه خوب بشه اگه همزمان هم بهش زهر بدی و هم انتظار داشته باشی ریکاوری کنه. قدم دوم، تمرکزت رو دوباره بساز. فقط روزی 5 دقیقه بی سر و صدا وایستا، نفس عمیق بکش و هر بار ذهنت پرید آروم برگردونش سر جاش. این کار میکوبه از نو میسازه. قدم سوم، یه چیزی محکم بچسب. بنویس که چی برات از اون لذت لحظه‌ای مهمتره. قدرت، اراده است، آزادی، آیندته. وقتی هوس به سراغت اومد، نگاهش کن. اگر این کارا رو بکنی، کم کم مه جلوی چشمت کنار میره. اون افکار و احساسات از پا در میان و برای اولین بار بعد از مدت‌های طولانی دوباره حس میکنی صاحب اختیار مغز خودت.